هر زندگی یک هدفی داره. زندگی درباره درک اون اهدافه. کریشنا که از دیواکی زاده شد تحت سرپرستی یاشودا بزرگ شد. کریشنای موزی تبدیل به کشتیگیر شد و کامسا رو شکست داد. اون بهبود گیتار رو به دنیا عرضه کرد. بنابراین هدف زندگیش رو برآورده کرده بود. درست مثل کریشنای کشتیگیر. اینم لحظه به دنیا آمدن کریشنا کوچولوه. هدف زندگی این یکی کریشنا چی میتونه باشه؟ پهلوان. پهلوان، اینجا گاجندراگاست، سرزمین انسان ها. تک تک خاک‌های این سرزمین شجاع و جان دارد. این سرکاره، یه کشتیگیر قدیمی، یه فرد مجرب. اونم مثل بقیه آدم‌های این شهر عاشق کشتی بود و حاضر بود جونشم به خاطر کشتی بده. هرچند خیلی وقت پیش کشتی رو کنار گذاشت، ولی حالا اون دنبال شناسایی استعدادهای محلیه. به خاطر همین زندگیش رو وقف کشتی کرده، تا اینکه یه روز سرپرست گویندگان وحید طبیب سه نفر با یه بچه انصافه؟ کدوم بچه اونا رو به این مبارزه دعوت کرد؟ سرکار اون بچه واقعا که اون پسر مبارز خوبیه. از کجا میدونستی اون پسر برنده میشه؟ توی چشماش ترسی ندیدم. ممنون. بگیر پسر جان. بگیرش. ممنون. موفق باشی. خدا. ببینم پهلوون، درد داری؟ هیچ دردی از گرسنگی بدتر نیست آقا. اهل کجایی؟ پدر مادرت کجان؟ آقا من یتیمم، پدر مادری ندارم. وقتی آدم همراهی داشته باشه دیگه یتیم محسوب نمیشه. ببینم همراه من میای؟ به نظرتون درسته که این موش خیابونی رو بیارید خونه آقا؟ تا حالا به خاطر یه وعده غذا مبارزه کردی؟ اون در تقلاست، ولی نه برای خودش بلکه برای بقیه. از کجا معلوم که اون فردا به یه یاغی تبدیل نشه؟ کسی که ذات بدی داره و سوء استفاده میکنه یاغی میشه، و کسی که قویه جنگجو. اون یه جنگجوه. هی کی اونجاست؟ چی شده؟ اون میخواد از اینجا بره. کسی بهش چیزی گفته؟ کسی چیزی نگفته. سرکار من تا حالا اینقدر محبت از کسی ندیدم، چون فقط اونا از من سوء استفاده میکردن. اگه به این محبت عادت کنم و اون وقت شما منو رد کنین، اون وقت چی کار کنم؟ گوش کن، تو فقط مثل پسر من نیستی.
پسرمی. فهمیدی؟ بهت قول میدم هیچ کس هیچ وقت نمیتونه تو رو از این خونه بیرون کنه. زورخونه، جایی که هدف زندگیمو شناختم وقتی که خیلی بچه بودم. اینجا کشتی میگرفتم. بابام، پیشکسوتام، بزرگترا همه اینجا تمرین میکردم. من یه رویایی دارم. میتونی برآوردش کنی؟ هرچی باشه ولی درس نباشه. قهرمان ملی کشتی میشی؟ سرکار، زندگی من در گروه شماست. هرچی شما بگی. حالا زمان مسابقه نهایی فرا رسید. فینال بوکس حرفه‌ای. محبوب جمعیت یعنی بوکسور تونی. زود باش، حمله کن. هی، اون ضربه خطا بود. چه ضربه‌ای میزنه نافتی؟ کسی تا حالا اینطوری تونی رو به چالش نکشیده بود. تونی داری اشتباه میکنی، زیاد روی نکن. این پیرمرد، من میخوام به هر قیمتی پیروز شم. با شروع دور بعدی ناوریب تلاش میکنه که تونی رو ناکاوت کنه، ولی تونی حمله میکنه. و رقص معروف تونی. چه ضربه مرگباری! نه این کارو نکن تونی. یک حرکت ناجوانمردانه غیر حرفه‌ای. ناودیب به شدت مجروح شده. اونا دکتر رو خبر کردن. تمومه. لعنت بهت، واقعا که. و باز دوباره تونی توانست با یک حرکت مرگبار حریفش نافتیب رو شکست بده. شاید مربی خود تونی علیه شهادت بده و تونی رو 5 سال محروم کنه. به نظر میرسه حرفش به پایان رسیده باشه. ای پیرمرد، من به تو غذا دادم، لباس تنت کردم، میخوای از من شکایت کنی؟ آره؟ تونی چه شده تو؟ به این زودی یادت رفت؟ کی تو رو از خیابونا در آورد؟ کی تو رو یه قهرمان کرد؟ آشان و هر کی آموزش دادی یه قهرمان شد؟ من استعداد و شجاعتشو داشتم، به خاطر همین یه قهرمان بوکسری مثل من تو کل کشور هند نیست. ولی شد من یه قهرمان جدید میسازم. حداقلش اینه که انتقام این توهین رو میگیرم. خیلی خوب باشه، اگه جرأتشو داری پیداش کن. فکر خیال قهرمان شدنم از سرت بیرون کن. تونی بهترینه. منتظر میمونم یه مرد واقعی بیارین تا با هم بجنگن. ناراحت نباش بابا. تونی دانش آموز من بود. من خیلی بهش توجه میکردم. نگران نباش بابا، من مطمئنم تو یکی بهتر از اونو پیدا میکنی. این قدرام ساده نیست عزیزم.
تونی الماسیه که من با سختی تراشیدم. فقط الماس میتونه الماسو ببره. افتادی برادر؟ دارم به مادر زمین سجده میکنه. این چیزا رو مسخره نکنه احمد. چی گفتی؟ حالا میدونی من کیم؟ من پابانای مهاجمم. از کشمیر تا کانیکوماری به هیچ کشتیگیری رحم نکرده. همه چیزو دربارت میدونم. چی میدونی؟ تو با یه نفرم مبارزه نکردی. شنیدم که به روش‌های مختلف هجوم میبری، به خاطر همین پابانای مهاجم هستی. ببند دهن تو. این 20 روپیه رو بگیر، برو چای بزن. یه ذره آبرومو حفظ کن. ببخشید. الان میام خدمتتون. برو چای بخوره به تمرینت ادامه بده. واقعا من ویجنتو هستم، مربی سلام باکس. قربان. سلام. شنیدم در حال ساماندهی قهرمانانتون هستین. اینا هاشش. اینجا رو ببین. اینا عتیقه هستن. میشه اینا رو ببینم؟ بله حتما بفرمایید. ممنونم. اگه پسرام از اینا استفاده کنن بدناشون مثل آهن میشه. اینا فروشیه؟ نمیشه روش قیمت گذاشت آقا. اوه. برو سر اصل مطلب. بله آقا، خیلی خاصه. اونا رو قهرمانی استفاده میکرد که 7 سال رقیب نداشت. تک تک ذراتش اثر اونو داره. اگه 4 سال پیش میومدی میتونستی قهرمان ما کیچایو ملاقات کنی. اون توی رینگ مثل یه شیر بی رقیب بود. اون همه رو میبرد و هیچ کسی یارای مقابله با اونا نداشت. به گنج درگار سرزمین مردها خوش اومدین. حقیقتا بی نظیر ترین مسابقه با قهرمان شمال هند بالجیت سینگ. با این سردار هیروانی کسی مبارزه نمیکنه جز جنگجوی بزرگ ببر ما و حالا شوالیه از باشگاه بیرانجدیا یعنی کیچا. مسابقه 15 امتیازیه. آمادن که شروع کنن. اولین حرکت از کیچا. مسابقه مساویه ولی کیچا دست بالا میگیره و حریفو به زمین میکوبه. ای سرکار، چقدر بابت در آوردن این مسابقه بهش دادی؟ سرکار آدم شاخیه، این حرفا رو بهش نزن. این آدم شاخیه؟ این خواجه حتی نمیتونه بچه داری کنه. چرا باید ازش بترسین؟
سرکار بذارید ادبش کنه. اگه جرأتشو داشته باشه خودم حالشو میگیرم. چیزی نگو. به نظرتون توی این مسابقه 15 امتیازی کی پیروز میشه؟ حداقل یه امتیاز میگیره. حالا ببین. خب خودم که اینو میدونم. تو چی میگی این وسط؟ 5 امتیاز میخواد بارکیت تا یه بازگشت قوی به بازی داشته باشه. ولی انگار کیجا بهش مهلت نمیده. یه سالتو بارانداز حرفه‌ای و کار تمام میشه. سپس مادر بزرگ پسر بچه در را باز کرد و با صحنه عجیب مواجه شد. طبیعی رفتار کن نفهمه که ما میخوایم بریم. باشه آروم کجا دارین میری؟ به من چاخ معبد؟ بله قربان. اون وقت برای چی؟ سرکار من نذر کرده بودم برم نذرمو ادا کنم بیام. بله دیگه. بله. چه نذری کردی؟ من نه اون بله من نذر کردم. البته از طرف ایشون نذر کرده بودم. فقط اگه قصد داریم به مسابقات ملی برین درگیر مبارزه پلیس و اینجور چیزا نشین. سرکار یادتون رفته من مثل کوه مستحکم پشتشم. اجازه نمیدم کسی به چپ نگاه کنه. خیلی خوب دیگه بریم. کدوم معبد؟ نه به هیچ وجه فکر اینجاشو نمی کردم. بدبخت شدیم رفت. خب اونی که شماله. معبد جنوب، یعنی اون معبدی که اول شمال بود بعد رفت جنوب. میدونی کدومو میگم؟ تا حالا اونجا الهه‌ای هم دیدی؟ این چه سوالیه؟ خب معلومه اون سیمای جذابشون و نور روی صورتشون و ویژگی هاشو که نگو. و انقدر زیاده که نمیشه به زبون آورد حتی یک کلمه شو. میگم بیا فرار کنیم. آخه نگاه کن چجوری به اون زور زده. باش تموم کنین حرفا رو. راستش سرکار بریم. خدا رو شکر. بودو. این طرف. بله از این طرف. هی احمق جلوته نمیبینی؟ وای این آشغالا دارن میان این طرف. هر جایی در زمین بی‌عدالتی بیداد کنه وقتی شیطانی پیدا میشه اون وقت اون برای پایان دادنش میاد. اتفاقی نیفته. هیچی نمیشه. آروم باشید. عبادتتون رو بکنید. هی میدونی دستت رو سینه کیه؟ منو ببخشید آقا. تو به سرکار چیزی نگفتی؟ چی گفتم؟ سعی کن یادت بیاد. اگه جرأتشو داره بیا تالیش کنم. که چی حالا؟ هیچی سرورم.
سرکار پدرم، مادرم، خدا و معلم منه و تو اون چیزا رو به اون گفتی. به خاطر همین اومدم حالیت کنم. اومدی تو منطقه ما شاخم شدی؟ آره اومده. حالا میخواین چیکار کنین؟ بی خیال شین بابا. اینطوریه؟ هی درا رو ببندید زود باشید. کاریه من خودم میبندم، اذیت نکنی خودتون. آقایسین چرا گفتی درو ببنده؟ که بزنیمش. خب پس منتظر چی هستین؟ میکشمت. وایسا بابا پاپو، بیا اینجا کارت دارم. بیا. بابا من نمیتونم اینا رو بزنم. سرکار الان است که زنگ بزنه. گوش به زنگ باشه و بهش بگو اوضاع خیلی خوبه. آره. پیشونیم درست بود. سرکار داره زنگ میزنه. سرکار حواستو جمع کن، نباید بفهمه من زنگ میزنم. این دوتا چطور هستن با خبرن؟ حالا من این وسط گیر افتادم. کاری داشتین سرکار؟ داره چی کار میکنه؟ داره میشکونه. چیو؟ داره نارگیل میشکونه. ببخشید. این دیگه کیه؟ هی داری چی کار میکنی؟ بشین. باشه نشستم. همین الان برو پیش الهه. الهه داره نگاه میکنه، اونم داره ادای نظر میکنه. لطفاً دعاتون ادامه بدید خانوما. چی میگی؟ تلفنو بده بهش. سرکاره. کریشنا؟ بله سرکار. اوه چه زمان فرخنده ای. اوه بله سرکار. همین الان برگرد خونه. باشه سرکار. من از دور دست رانا هستم. رانا دیگه کیه؟ شاه رانا استالیپورا.
این رانای شما شاخم داره. منو ببخش، بذار برم. دیگه چیزی درباره سرکار نمیگم، خواهش میکنم. گوش بگیر ببین چی میگم. یه اشتباه میشه بخشید، به خاطر همینه که اگه بازم غلط اضافه کردی اون موقع است که دیگه چیزی نمیگم، غلط کردم. آفرین. لباسا رو در آوردی لهشون کردی، باز دوباره همون لباسا رو پوشیدی. پس معلومه که تو سرکار رو نمیشناسی. اگه میشناختیش این حرفو نمیزد. نه بابا، هرچی تو بگی. ببینم کی اینو وسط خیابون نصب کرده؟ مزاحم مردم میشه، برش دارین. هی تو، کی اون ماکتو نصب کرده؟ من چیزی نمیدونم، به خدا نمیدونم. هی کجا میری؟ با تو هم؟ قربان، شما اینجا تازه واردین، نمیدونین اون مالی کیه. رهبره یا فقط یه وطن پرسته؟ هیچ کدوم قربان. پس چیه؟ اون شاه محل ماست. برای صدها سال خانواده اونا به اینجا حکومت کردن. همه اینجا تکریمش میکنن. هر کاری در اینجا باید توسط اون شروع بشه. حتی نماینده های مجلس هم اون انتخاب میکنه. هیچ کس نمیتونه برتری اونو زیر سوال ببره. اون آدم خیلی قدرتمندیه. اگر این کارو بکنین. چی کار میخواد بکنه؟ شاه یا وزیر فرق نداره، کار اشتباهه. قانون برای همه برابره. خودم برش میدارم. چی کار میخواد بکنه؟ نمیدونم. چطور جرأت میکنی به پلیس حمله کنی؟ سرورم، عذرخواهی میکنم، اون تازه وارده، نمیدونست داره چی کار میکنه. من کاری نکردم، هر کاری میخوای باش بکن. من رانا هستم، راجا رانا پراتاپ وارنا. دولت عوض میشه ولی فقط شاه که باقی میمونه. رانا قطعاً یه شخصیت خاص داره که اگه عروسی باشه من باید داماد باشم، اگر عزا باشه من باید جنازه باشم. همیشه افتخار اصلی متعلق به منه. چطور جرأت میکنی به ماکت من دست بزنی؟ نه سرورم، خودم حالیش میکنم. نمیدونست که شما کی هستین. قربان، بفرمایید بریم، هوا پسه. ای صبر کن، احترام بذار. احترامم میذاره. قربان، بهش احترام بذارید وگرنه شما رو میکشه. نمیشه آروم را بری؟ باشه بابا، همینجا نشسته رو چی کار کنیم؟ کتککاری چطور بود؟ با هم تماس گرفتن. من دیگه میرم دستشویی با اجازتون. البته برای چی برم؟ چی کار دارم؟ الان من یه قیافه که گرفته میخواد چی کار کنه؟ چرا دورش میچرخه؟ پس نظراتون کو؟ شیرینی نیاوردید؟ نظری وقتی رفتیم خب معبد بسته بود، چی کار کنیم؟ ای بابا، از صبح شوخی میکنه، این شوخیاش تمومی نداره. بیا بگیرش، اینم شیرینی. هنوز خونه نرفتی ها؟ خونه نداری تو؟ منتظر اومدنت بودم. حتما منتظرتن، برو دخترم. باشه. به یه چیزی شک دارم، این مال معبد شمالیه یا جنوبی؟
بس دیگه برو بخواب، عجب سمجیه ها. باشه خب شب بخیر. ببخشید. خودت هم برو. بله سرکار. تو نه پاپا، با تو بودم کریشنا، تو برو. باشه سرکار. فکر کردم تلفنی قانعش کردم. سرکار لباسشو در آوردی اونا رو زد؟ خوب زدشون؟ با خاک کیشون کرد. فکر کردی با بچه طرفی؟ چی نه؟ میخوای منو دور بزنی؟ من غلط بکنم؟ من پسرمو میشناسم، هر کی با من در بیافته کارش تمومه. فهمیدی؟ آفرین. به جای اون چرا داره منو میزنه آخه؟ همشو گفتی؟ بله. نمیتونی دهنتو ببندی تو؟ نخود تو دهنت خیس نمیخوره. پدر و پسر به هم رفتن. ببند. چرا جفتشون منو میزنن؟ بذارش اونجا. آقای رئیس تأسیسات راکمیلی گاجاندا برای نامزدی دخترش فراخوان داده. بابام انتخابش کرده. خب اون صلاحمو بهتر میدونه. گوش کن. پدرش و من داریم یه کار بزرگ در بمبئی انجام میدیم. این تنها پسرشونه. با این ازدواج رابطه ما قوی تر میشه. تجارتمونه. به خاطر پول اونو به ازدواج یه غریبه در میاری؟ واقعا؟ شاید. مگه مادرم قبل از ازدواج پدرمو میشناخت؟ به نظرت شاد نبودن؟ اونا چند برابر من پول دارن. دخترم قطعا شاد میشه. من به خدا معتقدم. من مطمئنم شوهرم قطعا هوای منو داره. قطعا. اینا عکس عروس کریشناست. فکرشم نکن. هرگز. من پسرمو خوب میشناسم. تا وقتی قهرمان ملی نشه ازدواج نمیکنه. باش از این حرفا نزن. اون دیوونه است. ببین همه که زیاده روی کردی یا چرا قم میخندی تو؟ باور ندارم. یعنی چی باور ندارم که نوشیدنی نمیخوری. ای بابا ببین جون خودت که حیفه، ولی به جون این گربه قسم که شکستن عهد یه عواقبی داره که نگم براتو نشنوی. حواست به من گلابی؟ ها؟ حالا جدی دارم میگم، همین که داری نصیحت میکنی منو کوف کن. جدی چرا میخوری از این کوفت؟ میخوام یادم بره. مگه برکه سوالت توی امتحان به تنهایی مردود میشه؟ گلابی ها؟ نمیدونم. مگه میشه عشق شکست بخوره؟ این عاشقی که شکست میخوره و شکست تو تعجبی نداره پابو. تو یه بشکه‌ای. شکست عشقی. تو درباره عشق حقیقی چی میدونی؟ الان قسم خوردی نوشیدنی نمیخوری. نگران نباش. چی میخواد بشه؟ بیا اینجا خوب گوش بگیر. عشق مثل سیکس پک میمونه، سخته که به دستش بیاری، ولی خب نگه داشتنش خیلی سخت تره. ولی خب دوست عزیزم، البته من چرا دارم این مثالو برای تو میزنم، یه نگاه به اون شکمبد بنداز. اینطوریه، راحت به دست میاد ولی بعدش به دست اومدنش خیلی سخته. هر چقدر پسش بزنی جایی نمیره. تا موقع مرگ باهات اینجوری عاشق بشی بدبخت میشی. میفهمی چی میگم؟ به نظرم اینایی که اینجوری میگن زودتر از همه عاشق میشن. چی بغلول کردی؟ میگم عاشق میشن. منم دیگه. منو گفتی آره؟ آره دیگه. ببین سرکار میگه ما نباید عاشق بشیم، به خاطر همینه که سرکار هم جوون مرده هم خیلی باصفاست. تو اصلا این چیزا رو میفهمی من چی میگم بهت؟ احمقی دیگه. تو مغزت پهن ریخته. حالیت میشه یا نه؟ جمع کن بریم. به جون گربه قسم خورد نمیخوره، گربه مرد. به جون من قسم خورد که عاشق نمیشه. حالا چی سر من میاد؟ اگه قرار زنده بمونم اون نباید عاشق بشه یا ازدواج کنه، باید یه راه فراری واسش پیدا کنم که نمیرم. یه کارت بردار. بفرمایید.
عروسی سیتا و راما. چشمانداز عروسیت روشنه. ستاره ها نشون از ازدواجت دارن. امکان نداره، اون یه تاپتره، قسم خورده ازدواج نکنه مگه نه؟ آروم باش، من باش صحبت میکنم. ببخشید قربان، واقعا ازتون خیلی معذرت میخوام. این دوست من یکم هرسی. من نمیگم، هانومان میگه. چی میگه؟ که سیتای خودتو پیدا میکنی و باهاش ازدواج میکنی. واقعا؟ نکنه داره حرفش باورت میشه. این به خاطر پول دروغ میگه. آقا جون اگه راست میگی دو تا میشه چند تا؟ ببین چقدر من دروغ میگم گامبو. هانومان شخصا میاد سیتای تو رو نشان میده. تو اون رو خواهی دید. وقتی اونو دیدی آتش، باد، آب همه شاهد عشق شما خواهند بود. این به واقعیت میپیونده. اینو خوب به خاطر بسپار. آتش، خاک، آب، باد دروغ نمیگن. اینو بدون. لکشمی خودش الهی ثروت. اگه بگیرمش امشب میتونم نوشیدنی بخورم. پابو پابو دنبال معلم موسیقی که نقش هانومان رو بازی کنیم. من چه کنم؟ پابو راما منو میگی؟ بله با تو هم. من کریشنا هستم. درود. هانومان تا کریشنا رو میشناسه یا راما رو؟ راما؟ بس سیتا منتظرته. برو راما. برو. بله ممنون. دارم راه خوشبختی رو نشونش میدم. احمق نمیفهمه. لکشمی ناز نکن. وایسا دیگه جلوی من وایسا. لکشمی خواهش میکنم بعد این همه بدبختی بذار یه روی خوش ببین. لکشمی آخ تو اون رو خواهی دید. وقتی اونو دیدی آتش، باد، آب همه شاهد عشق شما خواهند بود. این به واقعیت میپیونده. اینو خوب به خاطر بسپار. چه وقاری، داره با کی حرف چه میزنه؟ طرز صحبتی. اگه این سنت ما نیست پس چیه؟ وقتی دیدمش حس کردم چه حسی داشت؟ بذار بهت بگم، مثل آتیش بود. باید میپرستیدمش. انگار اون پیشگو درست میگفت و فالم درست از آب در اومد. البته مغز کوچیک تو به این حرفا قد نمیده. به این پیشگویی ها اعتماد نکن باشه. خود هانومان تا اینجوری برام گفت. اونجا رو نگاه کن. اونجا آنجلیناست. بذار بیا تا باورت بشه. ببین خود آنجلیناست. اون که خانومه نیستش که. اون جسد بابا. اونجا رو سیاحت کن. هی تو میشه یه لحظه بیای؟ منو صدا کردین؟ با بنده من کاری تو درد داشتین؟ سر افتادم. میشه کمکم کنید؟ خواهش میکنم. البته بکشمش اینو. میشه برام 4 تا نوشیدنی بگیری؟ چی گفتی الان؟ نوشیدنی دیگه.
با غلظت زیاد. آره خنک با غلظت نه، با درصد زیاد. و سیگار. و سیگار چه سلیقه‌ای داره. خوب باشه. وای باورم نمیشه کریشنا میخواد بره مغازه نوشیدنی فروشی و این همه آتاشقال بگیره. واقعا باورم نمیشه. همینجا وایسا. خداحافظ. اینم بقیه‌اش. ممنونم. خداحافظی. چی کار میکنی؟ زخ زدم. وای خدا. عصبانیتش از دختره رو سر عروسک خالی کرد. اگه دختره بوده ای پهلوون کجا میری با این عجله؟ دارم میرم آب بخورم داداش. میری آب بخوری یا بدی آب دستاورداتو بشوره ها کثافت؟ منظورم اون دختر است. عشق. ای عشق یه دروغ بزرگه. ولش کن. چت شده تو پهلوون؟ نه داداش اون دختره رو دیدم و گفتم سنتی و مدرن. سنتی و مدرن ها؟ تو یعنی بیشتر از من حالیته؟ با این طرز فکرات تو یه عاشق احمقی. همینجوری میری این ور اون ور فکرم نمی‌کنی. گوش کن ببین چی میگم بهت. اینطوری پوستتو میکنم. چه مرگت تو یه کشتیگیر هستی. فقط به فکر کشتی و قهرمانی باش. فکر نباید جای دیگه بره ها. فهمیدی؟ دفعه بعدی چشچرونی کنی خودم پامو میکنم تو حلقت. ببین یاد بگیر. بیا اینو بگیر. چی کارش کنم؟ لباستو مرطوب کن. حالت جا میاد. بازم این دوتان اینجاست که میگن کک به تنبون یکی افتاده. من میگم چیزی نمیشه. میخواین ببینین؟ سلام خانم. ببینم سیگار و نوشیدنی میخواد. میگم دوستم بره بگیره ها. نه واقعا؟ آره بابا میره میگیره. میشه ببینمش؟ اون روز گرفت الان میگم بهش بگیره بازم. کریشنا داد میزنی آروم باش. داداش چه خبرته؟ برو برای خانم نوشیدنی بگیر. دختر تو برو من میام. برو دیگه. خانم حله بفرمایید من باهاش صحبت کردم. بیا بریم بچه‌ها گوسفند افتاد دست گل. طاقت دیدن دعواشون رو ندارم. برگردید الان کریشنا منفجر میشه. نمیدونم بعدش چی میشه. بیاد بریم گوش کنیم ببینیم چی میگن. چرا صدایی نمیاد؟ بفرمایید. صلح برقرار شد. چقدر شما برازنده هستید. ظهر بمونید نهار در خدمتتون باشید. کریشنا آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدی؟ اون سیگار و نوشیدنی مال اونا نبوده. اونا با دوستشون شرط بسته بودن. اونا این کاره نیستن. چه آدمای خوب و مظلومی. بشین پاپو. گوش کن خانماتانا و ستاره. بفرمایید خواهش میکنم. ای پاپو بپر برای خانمای چایی شربتی چیزی بیار گلوی تازه کنن. برو خپل. حتما. لطف داری؟ من روکی هستم. روکمینی. بله چه اسم زیبایی. خیلی قشنگ. چقدر برازنده مثل ستاره های آسمان. ممنونم. خوشبختم. خوشحال شدم. خدافظ. به جای آمدن به جشن‌های دوسرا، سازمان سری ویجای دورگا یک عروسی ویژه ترتیب داده. فقط 4 کشتیگیر برتر در کرناتاکا انتخاب شدن. بین اینها از زورخانه سرکار سری ویرانجانیا پهلوان کریشنا انتخاب شده. ممنون میشم پسرتون رو بیارید سرکار. افتخار ماست. از شنیدنش خوشحال میشه. حتما میاد.
این مسابقه کشتی کی هست؟ فردا شب. بریم تو راه یکم حال کنیم. هی رکو خودشه. چی؟ سلام خانم، اینجا چی کار میکنی؟ تو راه ویجای گرد ماشین خراب ما شد. هم همونجا میریم. بیا میبرمت. پاپو اینجا چی کار میکنی؟ مگه نگفتم تو ماشین بمون؟ یه وقتایی میاد بیرون باک ماشین رو پر میکنه. بفرمایید داخل، در خدمت باشید. خیلی هیجان زده به نظر میاد. شما اولین کسی هستی که در اون احساسات میبینی. بفرمایید پاپو، همینجا بمون و مراقب ماشین باش. بفرمایید. چرا حالا ویژه گردا؟ خب جشن دوسراست. یه کشتیگیر از گاجندراگار میاد. روش شرط بندی اینه که پول 2 برابر میشه. قبلا رو شرط بستی؟ آره؟ راه نداره. ببینم اصلا یارو رو میشناسی؟ حتما خیلی آدم ایدئال و عالی بوده که اونو به شما معرفی کرده بالاخره. آره. نه منظورم یه آدم قوی هیکل بود. پس برای دیدن یه کشتیگیر میری؟ آره. رانندگی بلدی؟ آره که بلدم. خوب میرونم. تندتر برونم. اینا خرگوش. خانم جیب حاضره، تمام و کمال. ببخشید. ببینم پاتون چیزی شده؟ نه من خوبم. تشنم شده. تشنه؟ آب اینجا هست. اینجا بمون، من یه نگاهی این اطرافو بندازم. رکمینی حالت خوبه؟ تو از اون خوردی؟ این آب عالیه، میخوری؟ آها نارگیل بودش. آره. نگاه کن. رکمینی چی کار میکنی؟ زدم به لونه زنبورا. فرار کن. یادی که چی کار میکنی؟ خنده داره. قهرمان کریشنا از کارناتاکا. بله قربان. یه استعداد خالص از اوترا کارناتاکا، کسی که دنبالش بودیم. بله آقا، اون از سنین نوجوانی تمرین کرده. لطفاً اجازه بدین که در مسابقات ملی هند شرکت کنه. قطعاً برای هند مدال میاره. خواهش میکنم. ماه دیگه بله. مسابقات انتخابی کشوریه، برای تیم ملی برگزار میشه. خب بذار توی اون شرکت کنه تا خودشو محک بزنه. ولی یه مسابقه مهم داره، میتونه توش برنده بشه؟ بله آقا، حتما میبره. من بهتون قول شرف میدم. اول بذارید شرکت کنه، چون تنها کسی که اونجا برنده میشه راجا رانا هستش.
کیچا کجاست؟ هی پاپوی مهاجم. کی گفت پاپو؟ اوه مادر سیتا. بیا اینجا بشین. هی اونجا بشین. الان شوهرم میاد. شوهره؟ دوستتو میگم. اوه چه یه روزه پیشرفت کردی خانوم. یکم بیشتر از کمه. به جان خودم الان میگه باردارم. میشه ببینی کجا رفته؟ میاد. ببین الان میاد. کیچای همسرت اومد. ಗಂಡು ಹೈದ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಂಡು ಆದ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಂಡ ಹೊಡೆದ ನನ್ನ ದೊರಸಾನಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೀಗ ನಿಂದೆ ನನ್ನ ದೊರಸಾನಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೀಗ ನಿಂದೆ ಸಾದ ಸೀದಾ ಗಂಡು ಹೈದ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಂಡು ಆದ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಂಡ ಹೊಡೆದ ನನ್ನ ದೊರಸಾನಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೀಗ سلام خوشتی. هی عاشقتم. ಖುಷಿಗಳ ಕಚ್ಚಗುಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀ خودشه. ಈ ಊರ ಜಟ್ಟಿ ನಾ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿನ್ನೆದುರು ಸಾರ್ದ ಚೂಡು ನನ್ನ ದೊರಸಾನಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೀಗ ಸಾದ ಸೀದಾ ಗಂಡು ಹೈದ ನಿನ್ನ ನೋಡಿಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೀಗ هی برو پی کارت. حواستو جمع کن. برو دیگه. این خطه واسه سیبیله. آره اونجاش مردونه است. هی کریشنا. سلام. میدونم که خوشحالی. روکو ما اتفاقی افتاده؟ بابا میدونه. چیو؟ خب همین چه بهش گفتم. چرا یهو منو توی این موقعیت قرار دادی روکما؟ نمیدونم، یه جورایی شاید. چیزی نمیشه، با دقت صحبت کن. خب بیا. آقا کیچا پس اسمت اینه؟ نه آقا، من کریشنا هستم. کیچا اسم مستعار منه. احمقانه به نظر میاد. اینم چک سفید. هر چقدر میخوای بنویس. داری فکر میکنی یا اینکه نوشتن بلد نیستی؟ من درس نخوندم آقا. عیبی نداره. بله آقا. اصلا انگوش بزن. تعجب نکرده. باشه، من می نویسم. جزئیات حسابو بگو. حسابم نداری؟ من نمیفهمم داری چی میگی. اون دسته چک برای چیه؟
دخترم همه اون اتفاقا رو برام تعریف کرده و میدونم خواستت چیه. که اینطور دخترم رو بزرگ نکردم که همینجوری بدمش به یه ولگرد خیابونی. خدا نگهدار. کجا میری؟ این دهنم رو میبنده، به خاطر همین میرم. چون شما چیزی گفتین و من باید جواب بدم ممکنه همه چیز به هم بریزه، به خاطر همین میرم. ولی اگه بگین بله میتونم صحبت کنم. آقا من مثل بقیه گول خوردم. خانه مجلل شما، ماشیناتون، فکر کردم آدم بزرگی هستین. ببینید فقط نباید خودمون حرف بزنیم، باید گاهی گوش هم بکنیم. من نوشتن بلد نیستم درسته، ولی قلب بزرگی دارم. اون بیرون پیر و جوون عاشق منن. خواسته منم همینه. حسابی ندارم، ولی ببین دوستام از احترام برخوردارن و یه روپیه با عشق اونا رو به پول شما ترجیح میدم. اگه با هم در بیفتین من شما رو تهدید نمی کنم، چون لازم نیست. یه چیز دیگه، چطور آدمایی مثل شما چنین دخترای مهربونی دارن؟ چطور؟ واقعا نمیفهمم. در ضمن همیشه من دلم میخواد که شوهر دختر شما باشم. ببین آقای محترم، به جون عینکت قسم یه دقیقه به حرفم گوش کنی بهت میگم میخوام چی کار کنم. من برمیگردم با یه دل پر و یه جیب پرپولتر و اون وقت که میشم شوهر دخترت، اون روز دیگه این حرفا رو برای تو تکرار نمیکنم، چون دیگه حوصله تکرار کردنشون ندارم. پس این حرفا رو خوب به خاطرت بسپار. دست چکتم بذار جیبت. ای بابا، خونه رو نگاه تو رو خدا، اصلا به قد و قوارت نمیخوره همچین خونه ای. تو باید بری یه خونه پایین شهر بگیری، یه ماشین هم بگیری که پات به پدال گازش برسه. نمیدونم آدمایی مثل تو چرا انقدر از بالا به آدمایی مثل من نگاه میکنن. من از بچگی روی پای خودم وایسادم. سیبیلم حرمت داره. همه چیزو بهتون گفتم. لطفاً از دید یک پدر که یک دختر داره نگاه کنید. من میتونم عروسی چه زمانیه؟ ماه دیگه. شما ترتیب عروسی رو بدیم. من به شما قول میدم پسرم مشکل ساز نمیشه، هرگز. همینه، بزن قدش. آفرین، ترکوندی. جناب کیچا، درود بر شما. میشه صحبت کنیم؟ شما برید. بیاید. فکر کردم یه رویای مشترک داریم. هنوز مشترکه یا تغییر کرده؟ چرا اینجوری میگین سرکار؟ میخوای قهرمان بشی یا نه؟ یا چیزای دیگه مهمتر شدن؟ البته که میخوام. خب چرا اینجوری صحبت میکنید؟ واقعا؟ یعنی تو اولویتت چیزای دیگه نشده؟ نه سرکاره. چی میخواد باشه؟ هیچی نیست. مسابقات انتخابی ملی برگزار میشه. از چیزای منحرف کننده دور شو. مغزتو خالی کن. فهمیدی؟ برو. میخوای قهرمان بشی یا نه؟ یا چیزای دیگه برات مهم شده؟ تمرکزت رو کشتی باشه. میخوای قهرمان بشی؟ ذهنتو خالی کن. با خودت چی کار کردی؟ چیزی نیست پدر جون، تصادف کردم. چیزی که این همه سال اتفاق نیفتاده باید امروز رخ بده؟ تمرکزت کجا بود؟ نگفتم ذهنتو خالی کن؟ پدر جان ببخشید،
کیجا روی کشتی تمرکز کن. یه انحراف کوچیک باعث میشه که زندگی تو ببازی. یه کشتیگیر واقعی کسیه که خودشو فدای هدفش کنه و بر موانع غلبه کنه. این همه فداکاری و سخت کوشی رو به هدر نده. تو باید قهرمان شی. به هدفت فکر کن پسرم. برای هر کار دیگه‌ای وقت زیاده. مسابقات افراد کمسن داره تموم میشه. درخواست میکنیم بقیه شرکت کننده ها حاضر بشن. پس این پهلوان کجاست؟ الان است که بیاد. سرکار، امروز عروسی اون دختر است. پهلوان کیچای هنوز نرسیده. این باعث ناامیدی ناظرین شده. اگه زود پیداش نشه اون موقع راجرانه برنده اعلام میشه. ترسیده که بیاد. من همیشه برای مسابقاتی که داشتم جنگیدم. پس کجا سرکار؟ اون میاد. پس صبر میکنی. پهلوان کیچه داره میاد. پهلوان داره میاد. شجاعتو باید توی کشتی نشون داد، نه توی تصادف. این عوض اون.
انتهای بازی رو با اون حرکت میبره. نتیجه اشتباهتون نمیدونی ها؟ کسی تا حالا با سرکار همچین رفتاری نکرده بود. تو اونو سرافکنده کردی. سرکار، این دوتا نمیدونستن که اینطور میشه. این بیچارا نمیدونستن دارن چی کار میکنن. تو همه چیزو در مورد سرکار میدونستی. تو هم در مورد اون شناخت کامل داشتی. نداشتم. یعنی چی؟ نمیشناسمش. نمیدونم کی جلوی من وایساده. این بچه ای نیست که من بزرگش کردم. سرکار چی میگی؟ اون بچه شماست. تو فقط دستیار منی. حد خودتو نگه دار.
این خیانت به اعتماد منه، ولی من 2 خواسته دارم. ببین این داماد جوان، شوهرت میتونه برآوردشون کنه؟ قطعا هر کاری شما بگید انجام میده. خواسته اولم اینه که کشتی رو برای همیشه کنار بذاره، و اما خواسته دومم برای همیشه از جلوی چشمم دور شه. سرکار، چی داری میگی؟ داری میگی بره؟ کجا بره؟ اون پسرته، پسرتو میفرستی بره؟ دختره میخواست خودشو بکشه، به خاطر همین اونو آوردش توی خونه. میدونی که دارم چی میگم؟ ها؟ کریشنا بیا. اولین باره که پدرم از من چیزی خواسته، من جونم براش میدم. خب در حقیقت اونجا آخرین جایی بود که پدرشو دید. الان نمیدونم کجاست، فقط میدونم که کشتی و کنار گذاشته و دیگه کشتی نمیگیره. خدای من، مرتیکه قاتل خودتی؟ همینطوره. گفتی امضا نمی کنی؟ آره، حتی به قیمت جونم. خوبه. دخترم، دخترم، ولش کنید، ولش کنید. لطفاً بذارید برم، هرچی بگید امضا میکنم. چی گفتی؟ امضا میکنم. خوبه، بذار یه بار بخونمش. پسرم مشکل قلبی داشت، اینو افشا نکرد و مبارزه کرد. گواهی دکتر میگه که این دلیل مرگشه. قسم میخورم که این حقیقت محضه. دخترم، همه چی خوبه، ولی چی؟ به شرط اینکه مربی تو دادگاه شهادت نده. این مغازه رو ببین. نه خوب نیست. دوستش ندارم.
جلوتو ببین. چی شده؟ جمعیته چرا عراسونی؟ دیدمش کیو؟ پهلوان اوناش یکم بیسکویت برای دخترم بده. سلام، تو کجایی؟ تو قلبت. سری بیا. برای چی؟ خجالت میکشی؟ رئیس منتظره؟ دخترم اتفاقی افتاده؟ امروز سالگرد ازدواج من. واقعا؟ پس اینم هدیه من به تو. عمر دراز و خوشی داشته باشی دختر. من برم به کارم برسم. گل یاسمن روز. سرکار! چی شده؟ هیچی. هی یعنی یه کول اندازه اینقدر طول میکشه؟ زود باش دیگه. برو بیرون. بعدی بیا تو. زود باش. دست به جنبون. بی خاصیت ها. دنبال کریشنایی؟ همه جا دنبال کریشنا میگردی. هیچ کدوم اینا کریشنا نیستن. هیچ وقتم نمیتونن باشن. من اونو فراموش کردم. هیچ وقت نمیتونی. و دلیلش اینه که اونو ردش کردی رفت. تو اونو از خونت بیرون کردی ولی از قلبت نه. همه چی رو برای کریشنا. همه چی خوبه. روکاما خوشگل شدی. یادت هست که امروز روز خاصی؟ امروز؟ آره فستیوال روستاست. اولین مراسم هفته بعدشم کشتی محلی. سرکار خیلی خوشحال میشه. سورپرایز. به نظرت چیه؟ حدس بزن. چی میتونه باشه؟ سورپرایز.
چه میشه کرد؟ ای بابا اگه من بگم که دیگه مزهش میپره. خودت بازش کن. ببین توش چیه. ساریه. بپوشمش؟ باشه. بایسا. سالگردمونه ها. میخوای بری بخوابی؟ آره؟ بابا یه شب که 1000 شب نمیشه. بیدار بمونیم گل بگیم گل بشنوفیم. نمیشه. باورت نمیشه ولی 4 ساعت داشتم با فروشنده چونه میزدم که یکم تخفیف بهم بده. اون وقت تو میگی میخوام برم بخوابم. جانو چی؟ جانو؟ بله بابا. میخوای بری اون پرنده که روی سقف رو ببینی؟ آره؟ حتما بابا. آفرین دوربینم با خودت ببر. چشم. آفرین دخترم. سلام به همه. بیای بیرون. سلام. چی شده؟ امروز روز سالگرد ازدواجمه. من برای زنم یه ساری راچستانی خریدم. بیای ببینی چه خوشگل شده. خیلی ماه مجلسه. علی اجازه کمکش کرد ساریشو ببین اون ساری راجستانی گرفته. اون وقت تو واسه من این بلوزو میگیری؟ اوه چه طبقاتی داره. قیافتم نگاه کن. من پهلوان کیچا رو دیدم. چی گفتی واقعا؟ آره با زن و بچه‌ش دیدمش. زندگی شادی هم داره. خودتونو برسونی. سلام آقا. خونه‌ش اونجاست. چی براتون بیارم؟ هیچی قبلا پذیرایی شده ولی حالا که داری زحمت میکشی یه ذره شیر بیار. همین. چطوری؟ کیچا؟ خوبم. شما چطوری؟ خوب نیستم. 4 ساله که خوب نبودم. اون روز تو روستا تو فقط منو شکست ندادی، آبروی خانواده ما رو هم ریختی. در روستای ما من داماد هر عروسی هستم. قبول. اگر عزایی باشه مردش منم، اینم حل. ولی تو اومدی منو تو عروسی خودم جسد کردی. اینو حالا چی کار کنم؟ الان نمیتونم تحمل کنم. حس میکنم همه بهم میخنده. حتی نمیتونم پامو از خونه بیرون بذارم. اگه میخوای منو بزنی اب نداره. من اینجا وایسادم. نه من الان خیلی آرومم. خودم اومدم پیشه. بفرم. ممنونم. تویی که غمگینی. پیروزی باید در رینگ رخ بده. تو باید به روستای من بیای به عنوان یه پهلوان و باید از من شکست بخوری. اون پهلوان دیگه نمیاد رانا. میاد.
بیاد، چون من میارمش. میدونی چیه؟ کارگری مناسب تو نیست. تو یه پهلوانی. آره پهلوان، تو بی نظیری. ببینم دخترت کو؟ بچه شیرینی به نظر میاد. کجاست؟ اون پهلوان باید بیرون بیاد، وگرنه خودم میکشمش بیرون. ای پیرمرد، کجایی؟ بیا بیرون. بیا جلو. هی تونی! ای مربی، ببخشید مربی صاحبه. تیتر روزنامه فردا بخونش. تعلیق محرومیت قهرمان تونی برگشته. تونی برگشته. از این چی حالیت میشه؟ این دنیا به برنده ها نیاز داره، نه یه بازنده مثل تو. میخوای با زندگی چی کار کنی؟ و بله تو یه قنادی بزرگ داری یا همه این بیسکویت ها رو درست میکنی؟ حد خودتو بدون تونی. قطعا تو هم یه روز میبازی. رویای بزرگی داری. تو کاری میکنی که تونی ببازه. شاید تا سال دیگه زنده هم نباشی، ولی اگه امسال حریف خوب پیدا کردی بیارش داری. افتاد؟ هیچ کس رقیب من نمیشه. چایی تو بگی عمو. چیز دیگه لازم داری؟ دست درد نکنه، ممنون. کریم بهای کریشنا، ببخشید این وقت شب زنگ زدم. مشکلی نیست، بگو کریشنا. کریم راستش برای پذیرش جانو به پول احتیاج دارم. یه مقدار پول بهم قرض بده. پسرم لازم نیست به خاطر شهری جانو از من خواهش کنی. صبح بیا بهت پول بدم. ممنون کریم، واقعا ازت ممنونم. کریم بهاک، چی شده؟ کی این کارو بات کرده؟ میخواستی چی بشه؟ سلام برادر کیچا. من پهلوان رو به سرزمینمون میارم. بذار ببینم. عصبانی شدی؟ آره؟ مشکلی نیست، من 4 سال صبر کردم. میتونم چند روز دیگه هم صبر کنم. پهلوان باید بیاد و تا اون موقع من تسلیم نمیشم. میخوای منو بزنی؟ بزن. نه، میخوام یه چیزی بهت بگم. سکوت منو با ترس اشتباه نگیر رانا. این احترامه. اگه به کشتی و حریفات احترام بذاری، کشتی جواب این احترامو بهت میده. اگه من اون روز میباختم خوشحال میبودم که به حریف بزرگی باختم. این ورزش از ما بزرگتره رانا. من به سرکار قول دادم، کسی که کشتی رو بهم یاد داد، و من سر قولم میمونم. خودتو گول زدی که پهلوان میاد ولی اون نمیاد. من آدم عهدشکنی نیستم، تو هم زیاد خیال بافی نکن. تموم شد. سلام عزیزم. سلام بابا. گفتی کدوم گاراژ؟ اسمش چی بود؟ گاراژ باشا.
گاراژ باشا. خیلی خوب. اب نداره، خوب میشه. کریشنا به خاطر من کاری نکن، من گذشتم ازشون. کریشنا اینم پولی که میخواستی. قبولش کن کریشنا. گاراژ باشا. سلام، بفرمایید. سلام، ماشینم تو رفتگی داره، یه نگاهی میندازین؟ بله بفرمایید بشین. نه خیلی ممنونم. یه چایی بخورید. پسر یه نگاهی به اون ماشین بنداز. کریشنا یه سوالی بکنم ناراحت نمیشی برادر؟ حتما. جانا حتما باید به مدرسه بزرگ بره. چرا میپرسی؟ برای پول اجاره خونتون مثل قاطر داری کار میکنی. برادر چرا مادر بچه‌شو رو کمرش میذاره؟ چرا؟ تا بچه هرچی مادر میبینه رو ببینه. ولی چرا پدر بچه رو روی شونهش میذاره؟ تا بچه چیزی رو ببینه که ما نمیتونیم ببینیم. بحث سختی نیست، بحث آرزوه و منم یک پدر قویم. هی کشتم مرد خوبی مثل تو قطعا با سختی رو برو نمیشه. منو ببخش، نباید ازت میپرسیدم. شما هیچ کدوم عرضه ندارین کار یاد بگیرین. یه مش بی مصرفین که پول مفت میخواین. ما بی مصرف نیستیم آقا، اومدیم دنبال کار و پول. این یه تبلیغ تلویزیونیه، تبلیغ بوکس، خیلی پولش برادر کمه. کار خیلی زیاده، واسه کمتر از این نمیتونیم. خدا نگهدارتون، بریم. تو چی میخوای؟ من این کارو میکنم برادر. همکار داری؟ ندارم ولی خودم میتونم. فقط پیشنهادی که به اونا دادین رو به من بدین، ممنون میشم. فقط تو؟ خیلی کارا. انجامشو میدم. ابزار اونجاست، برو براش. باشه برادر، خیلی ممنونم. هی شکری. بله آقا. ببین درست کار میکنه یا نه، حواست بهش باشه. چشم. همیشه فقط به پول فکر میکردم. ارزشی به انسانیت و انسانا نمیدادم. فکر میکردم کریشنا به خاطر پولم دخترمو میخواد، ولی نشون داد که در اشتباه بودم. نیومدم که باعث رنجش شما بشم آقا، اومدم تا حرفمو بزنم. یه روزی دخترمو 1 ساعت گم کردم، همه یه وجودم داشت میلرزید. همه جا رو گشتم ولی پیداش نکردم. یه دختر 3 ساله رو 1 ساعت گذشت ولی بازم پیداش نکردم و تقریبا داشتم میمردم. شما که دخترتون رو 22 سال بزرگ کردین و من تو یه لحظه اونو بردم، شما دیگه چه حسی داشتین؟ حالا میفهمم آقا. لطفا منو ببخشید. بابا این جانای چطوری بابا؟ اونجا بود که فهمیدم انسانیت مهمه نه پول. اون روز اومدم که به شما حرفای بیهوده بزنم، نه به خاطر اینکه کریشنا میخواد با دخترم ازدواج کنه، بلکه به خاطر اینکه کارم داشت خراب میشد. سرکار، من پدر خوبی نیستم. شما که بزرگش کردین پدر خوبی هستین. التماس میکنم منو به خاطر اشتباهم ببخشید. نه عزیزم، من اینجا منتظرم. آره نهار خوردم. سلام آقا. سلام پاپو. کیچای ما کجاست؟ آره فقط این عکسشو پیدا کردم. این عکسشو تو باشگاه شما دیدم. خودشه؟ آره خودشه. خود کیچای ماست.
آقا دنبال کی هستی؟ تبلیغات مسابقات بوکس بعدی. همیشه جایزه مال ما بود، ولی این بار دو تا چای لطفا. آقا عکس رو میدی؟ دست شما درد نکنه. من اینو میشناسم. چه جالب. چی؟ چقدر؟ 10 جوق. اینو چی؟ اینم میشناسم، کریشناست. همسایه ماست، خیلی پسر خوبیه. ببخشید تلفنم. سلام عیال. سلام آقا، میدونی چی شده؟ به روستا و سرزمین من خوش اومدی. کیچه میدونستم میام، به خاطر همین به کل رهبرا خبر دادم. همتون سرتون رو بلند کنید. وقتی اون روز این منو برد براش دست دادین و رقصیدین و ماکیتمو له کردین. امروز من میبرم و باید همونطور دست بزنید و برقصید. جانو کجا داری میری؟ دارم حرف میزنم. فقط یه نگهبانه. بگو. به عنوان یه کشتیگیر اومدی اینجا یا یه پدر؟ یه پدر همیشه دخترشو پیدا میکنه. کریشنا! پس غرورت کجا رفته؟ ها؟ چرا راحت کتک میخوری؟ پهلوان من پهلوانو میخوام. پهلوان کجاست؟ پاشا! کریشنا! نه! زود باشین بچه ها، هول بدین. کریشنا! کافیه! هنوز باید با هم کشتی بگیره. به پدرت چه قولی داده بودی هان؟ به هم بگو. تو یا یتیمی؟ همین پهلوان که میگن کجاست؟ اون پهلوانی که میگفتن کجاست؟ اون مرده. کجاست؟ اون مرده؟
دختره رو بکش. بابا جانو بابا بابا جانو بابا این نوه منه. فکر صدمه زدن بهش هم نکن که تیکه تیکت میکنم. نباید این کارو میکردی. اشتباه بزرگی انجام دادی. اشتباه بزرگی کردی. تو شیر رو بیدار کردی و حالا تاوانشو پس میدی. تا حالا جنگیدن شیر رو دیدی؟ خوب نگاه کن. درس بزرگیه برات. بکشیدش! همچین افرادی برای اداره پلیس بخواهیم.
نجاتم بدین آقای پلیس. اون میخواد منو بکشه، دستگیرش کنین. آره میاد. من فقط یه نگهبان ساده ام آقا. متاسفم. منو ببخش. حالا میتونیم با هم صحبت کنیم؟ چرا این همه روز برای دیدنم نیومدی؟ اشتباه من بود عزیزم، اشتباه. پدرم میگه سرکار هیچ وقت اشتباه نمیکنه. بابا تینو گفته؟ من زیاد معتقد نبودم، ولی حالا باور دارم. این منو از ناکجا آباد به سمت تو هدایت کرد. ماهیت واقعیت رو به هم نشون داد. کریشنا و کامسا هر دو کشتیگیر بودن. کریشنا برای دارما می جنگید و کامسا برای آدارما. کسی که این همه مدت بهش تمرین دادم، فکرشم نمی کردم که روزی تبدیل به کامسا بشه. اون ننگی برای ورزش بوکسه. اهمیتی نمیدم، شاید فکر کنی من خودخواهم، ولی برای پاک کردن این ننگ باید یک کشتیگیر رو تمرین بدم و به رینگ بوکس بفرستم تا اونو شکست بده. پول توش هست؟ چی؟ توی بوکس پول هست؟ بله. چقدر پول؟ همونقدر که خرج زندگیمو بدم. توقع زیادی ندارم. بچه ها؟ ولی برای بچه‌ام پول میخوام. وقتی داشتم از این خونه میرفتم انتظار سختی زیادو داشتم، ولی الان خیلی داره روم فشار میاره. الان که کارگرم و فقیرم فقط به خاطر اینکه شما و کشتی با من نبودید سرکار. بابا من اینجام. شما همیشه پیش من بودید. همه جا حستون میکردم. بارها توی خیابون دیده بودمتون. همیشه به شما و عهدی که باهاتون بسته بودم فکر میکردم. من مرخص میشم. بیا این وقت فقط غذاست. به فکر غذایی. اول کار بعد غذا. بگیرش اینو. اونو بده به من. زود باش اونو بگیر. بودو. شاتانکا؟ آروتا. زندگی توی خونه خیلی سخت بود. بعد از مرگ پدر همه به اینجا اومدیم. اولش سخت بود ولی حالا عادت کردیم. اصلا انگار یادم رفته چطوری بودم. کینا کجاست؟ اون اینجا نیست. کجاست؟ نمیخواست به اینجا بیاد. همیشه میخواست بازیکن کریکت بشه. یه روز مادر دعواش کرد و فرستادش سر کار. قبول نکرد. گفت میخواد کریکت بازی کنه. مامانم صداش کرد و گفت پسر پسر وایسا مواظب خیابون باش. بعدش دیگه تو خیابونا بودیم. خیلی سختی داشت.
ولی بهش عادت کردیم. راستی تو واسه چی اومدی اینجا؟ ای دختر بیا. اومدم آقا اومدم. من باید برم، سرپرست صدا میکنه. از دیدنت خوشحال شدم. ما همین نزدیکیاییم، به همون سر بزن. من میرم برادر. خداوند به همه قدرت رویا میده، ولی گرسنگی هم میده. گرسنگی میتونه هر رویایی رو از بین ببره. برادر بیا اینجا ببینم یه کاری برام میکنی. بله برادر. من هوا تو دارم. دوباره باید مثل قدیم شیطانی بکنی دختر. با هم بیا. من هوا تو دارم. نگران نباش. ولی تو منو باور نداری؟ میدونم سر حرفت میمونی. با من میای؟ همه این بچه هایی که میبینی مثل چینا و من هستن. اون دیویاه بازیکن خوبی تو خوخوه. اون شروتیه بازیکن کبدی. این ماهشاه بازیکن والیبال در سطح منطقه‌ای. آخه من چطور میتونم همه این بچه ها رو تنها بذارم و باهات بیام؟ اونقدر شانس نداریم که بازی کنیم. تو آدم خوبی هستی، میخوای حداقل رویای اونو برآورده کنی. این همه بچه اینجا، کل شهر پر از این بچه ها. میخوای رویای همه رو برآورده کنی؟ آره، افراد گرسنه غذا ندارن. و اونا که غذا دارن گرسنه نیستن. ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮಿಂಚಲು ಆಗದೆ ಮಂದಿರ ಧ್ರುವ ತಾರೆ
چه استعدادایی سرکار. بچه‌های کوچیک، خیلی کوچیک بودن، حتی به سن قانونی هم نرسیده بودن. 2 وعده در روزم نمیتونن غذا بخورن. به خاطر همین رویه هاشونو گذاشتن کنار، باربری میکنن. خیلی حس بدی دارم. وقتی آدم همراهی داشته باشه دیگه یتیم محسوب نمیشه. انسان کسی نیست که خودخواهانه برای خودش زندگی کنه. به هم یاد دادی که یک انسان باید به روش خودش به همسایگانش کمک کنه. اگه بوکس من میتونه آینده اونا رو بسازه قطعاً مبارزه میکنم. البته اگه قبول کنید. من فقط کشتی رو به تو یاد دادم، ولی تو دلیل کشتی رو آموختی. حتی وقتی بچه بودی برای بقیه می جنگیدی. من افتخار می کنم که پسری مثل تو دارم. کسی که به خاطر بزرگ شدن می جنگه یاغیه، اما کسی که برای هدفی به جنگه یه جنگجوه. جنگجوی شجاع. پیروز شد. تو خودتی، دنیا مال توه. بذار زمین منفجر شه، بذار آسمان بلرزه. تو با بیباکی با جهان روبرو میشی. کسی که هدف داره به نام و مقام میرسه. فقط کسی که تفکر داره بالا میره. پیروز باش، به جلو برو، حرکت کن. تو خودتی، جهان مال تو. از میان جمعیت رد شد. کسی که رد بشه پیروزه. بذار طوفان درونت خروشان بشه. شکست از مرگ بدتره. قهرمان نباید هرگز ببازه. اصل و نسب تو جنگجوه. برخیز. رکورد مهم نیست. فردا رو چه دیدی؟ به سبک خودت تاریخ ساز شد. تو قدرتمندی. کسی که هدف داره به نام و مقام میرسه. فقط کسی که تفکر داره بالا میره. پیروز باش، به جلو برو. تو خودتی، دنیا مال توه. زندگی یک سفر دریاییه. باران و طوفان عادیه. قلبی که به سمت ساحل شنا کنه انسان. این عصر در خدمت افراد پیروزه. تو معلم خودت هستی. پیروزی رو یاد بگیر. همش از اینجا شروع میشه. کسی که هدف داشته باشه به نام و مقام میرسه. فقط کسی که تفکر داره بالا میره. پیروز باش، به جلو برو. تو خودتی، دنیا مال توه. دنیا مال توه. این همون لحظه‌ایه که همه منتظرش بودیم. اولین روز مسابقه لیگ بوکس حرفه‌ای. ما 12 بوکسور از سراسر جهان داریم. اونا برای 25 روز در تورنمنت مبارزه میکنن.
هر مسابقه مسابقه ناک اوته و برنده 10 کرور با خودش به خونه میبره. جمعیت سکوها رو پر کرده. چه شور و شوقی به پاس. حالا متخصص ناکوت، محبوب همگان، تونی سباستیان. وای، قدرت نهفته در راه رفتنشون نگاه کنید. وارد رینگ میشه. اون یه قهرمان بی‌بدیله. و حالا کولجیتسی. امروز یه حریف مناسب برای تونی داریم. چه مسابقه ای بشه. وای، چه قد و قامتی. فکر کنم برای دیدن چشماش آسانسور میخوان. مسابقه شروع میشه. اوه، به این میگن قدرت من. با یه حرکت امونش نداد. کریشنا مسابقه بعدی بین یوجین از آفریقا و قهرمان کشی ما پهلوان کیچا. و این یوجین متکبره که وارد میشه. شما بیاین جلو. به هم دست بدین. تو طول مسابقه فقط به حرفای من گوش میدین. خطا نمی کنید، فهمیدین؟ با جفتتونم. یوجین تلاش میکنه که حریفشو بترسونه. این کارو عمدن انجام میده. آماده؟ شروع کنید. بوکس فقط به قدرت نیست، بلکه به تکنیک هم هست. آفرین. نه ولش کن. خدای من، اون خطا میکنه. انگار بوکس بلد نیست. برو لهش کن. شروع. خدا دیگه. یوجین مهارت‌های بوکسش رو نشون میده. امونش نده. نه ولش کن، این کار خطاه. خدا جمع. این دومین اختیاری که بهت میدم. حواستو جمع کن. شروع. و حالا پایان ایران. دفعه بعدی رنگ بیرونش کنم. اون دائما داره خطا میکنه. انگاری رشته رو بلد نیست. تماشاچی‌ها خنده‌شون گرفته. ای کریشنا، خوب به هم گوش بده. بوکس کشتی نیست. اون برعکس کاری رو انجام میده که تو فکرشو میکنی. حواستو خوب جمع کن. پاشو پهلوان، دخلشو بیار. مربیش باش صحبت میکنه. آره. جمعیت واقعا بهشون خوش گذشته. آره، انگار یه حرفه‌ای روبرو غیر حرفه‌ایه. بادا مشت بارونش بهتره کنش. سعی میکنه حرسشو دراره. پهلوان کیچا تمرکز میکنه. و حالا تمام. خدای من، عجب ضربه‌ای، عالی بود. آفرین. آره. بزن
تمامه. آفرین. بهش اهمیت نده. عمو قناد، این بیسکویت کوچولو تو چطوری باز خورد؟ بجو بزنش دیگه، لهش کن. طاقت بیار پسر. تبریک میگم تونی، چه احساسی داری؟ انگار اومدم تعطیلات. تونی راجب حریفت برامون بگو. پهلوان کیچا و ترسیدم. سلام پهلوان کیچا. درود. راجب تونی برامون بگو. تونی یک بوکسور با استعداد عالیه. خوشحالم که شانس رویارویی باهاشو دارم. دیگه صحبتی ندارم. شنیدیم به خاطر پول از کشتی اومدی به بوکس. پول؟ پولو برای خودم نمیخوام. بچه‌های با استعداد زیادی در خیابان‌ها هستن که اگه کسی بهشون انگیزه نده فردا اونا به افراد بزرگی در این کشور تبدیل میشن که هیچ خونه یا شغل یا کاری ندارن و اون وقت شرمنده یه زن و بچه‌شون میشن. من نمیخوام که اون روزو ببینم، یه روزی که اونا هم میشن مثل من. تونی نظر راجب فینال چیه؟ خب میدونید قراره که مختصر و مفید باشه. پهلوان کیچا شما برنده میشید یا تونی؟ نمیدونم میبرم یا میبازم، ولی از این مبارزه خیلی خوشحالم، چون قراره پولش خرج کسایی بشه که واقعا بهش احتیاج داره. نور امید جدیدی برای بچه‌های محروم و با استعداد. پهلوان کیچا از کشتی به بوکس تغییر رشته داده و در حال تلاش برای هدف خودشه. همه بچه‌ها باید ورزش کنن. همه باید از بچه‌ها حمایت کنن. من خودم والیبالیست منطقه بودم ولی نتونستم به هدفم برسم. کیجا برای منطقه واقعا الگوه. دستشو میبوسم. اگه به هدفش برسه ما هم به هدفمون میرسیم. ببره ما بردیم. مرد بزرگیه. خدا خیرش بده. کیجا تو قلب مردمه. خدا پشت پناهش. کیچا قلب مردم رو برده. آیا تونی هم میبره؟ کی میدونه؟ باید وایسیم و تماشا کنیم. و این لحظه ایه که همه منتظرش بودیم. فینال بزرگ و هیجان انگیز. تونی سباستیان برابر پهلوان کیچا. کسی که 9 قدم رو رفته به راحتی میتونه قدم پایانی رو هم برداره، ولی بدون قدم نهایی نمیتونی به هدفت برسی.
سفرت ناتموم میمونه. آقا لطفاً بیاید. میگم فینال آقا اگه شما نیاد نمیشه که. همون موقع که برای تونی حریف پیدا کردم به هدفم رسیدم پاپو. مبارزه امروز مال من نیست، مال اونه. امروز متعلق به اونه. قطعا امروز به من نیازی نداره. هدفی که باهاش وارد رینگ شده همون بهش قدرت میده. به مسابقه فینال مسابقات بوکس حرفه‌ای خوش آمدید. اولین مبارزه به شما معرفی میکنم. پهلوان کیچای. و اینم شاه تونی. لطفاً به متخصص نکاوت خوش آمد بگید. تونی سباستیان. همونش ندیا، لش میکنی. هر دو هیولا مقابل هم قرار میگیرن. خیلی خوب، بیایید شروع کنیم. قوانین رو که میدونید. ولی باید چند تا شو بهتون بگم. خطا تو طول مسابقه انجام نمیدید. حالا مشتاتون رو به هم بزنید و آماده مسابقه تونی با اخماش یه پیام قوی میفرسته. آتیش بازی دیگه شروع شده. این یعنی جرقه ها بلند میشن. شروع کنید. مبارزه کنید. تونی اونو مشتبارون میکنه. سعی میکنه حمله کنه اما فایده ای نداره. چی کار میکنی؟ پهلوان عقب نشینی میکنه. حمله های مکرر تونی و یک ضربه کاری. اون مش حتما به قفسه سینه‌اش آسیب زده. کافیه برگردید به گوشه. تو استراحت کن. کیچا به نظرم خیلی درد میکشه ولی انگار مصممه برای ادامه مبارزه. شروع مجدد. بودو دیگه. صبر کنید. حالت خوبه؟ میتونی ادامه بدی؟ برو! زود باش! برو عقب گفتم. داداش تو میتونی، برو بزنش. شروع کنید. برو.
تو داداشمونش نده، کم نیا لطفا. برو دیگه. نزار قصر در بره، خودتو نباز. تو میتونی. یه ضربه کثیف از تونی. مربی تونی بهش میگه مواظب باش. خودتو نباز. ساکیتا. آفرین. عجب ضربه ای. گونه تونی رو میترکونه. باید ببینیم تونی چی کار میکنه. عجب مسابقه ایه. یه مبارزه تن به تن. انگار به قصد جون میزنن همه. کافیه زنگ خورد. کافیه گفتم. هر دو تا تیم دارن تلاش میکنن که مبارزه رو از هم جدا کنن. عجب مسابقه ایه. سالن بلند شده. هیجان به اوجش رسیده. پهلوان همچنان درد میکشه، اما دوباره بلند میشه. چه مبارزه ای. شروع راند 8. چه مسابقه ایه. چه فینالی. برو. آفرین داشت. آفرین. بزنش. تو پسر منی. من افتخار میکنم که بگم تو پسرمی. کسی که به خاطر بزرگ شدن به جنگ یاغیه و کسی که برای هدفی عظیم به جنگه. اون یه مبارزه. جنگجو. خیلی خوب. آماده ای؟ میتونی؟ شروع کنید.
چشم کیچا کاملا بسته است. شاید دکتر از ادامه منعش کنه. خوب نیست. اصلا حالش خوب نیست. بله، داور دکتر رو خبر میکنه. چشم کیچا کاملا بسته است. شاید دکتر از ادامه منعش کنه. با این حساب تونی برنده میشه. چارت دوتا. دکتر نظرش مثبته. بله، بلند میشه و ادامه میده. شروع. برو بزن. عجب مسابقه نفسگیری شده. انگار نه انگار که راند آخره. آفرین داداش، برو تو دلش. این حرکت ها خطاست. این یه اخطاره، نباید این کارو بکنی. بیا کیچانو ترغیب میکنه برای ادامه مبارزه. بزن. شرایط خیلی نفسگیری شده. تونی یه ضربه محکم میزنه. و در مقابل کیچام همینطور. عجب بزنی شده. یه جنگ تن به تنه. کیچا برو حمله کن. آره. آره. اینه. و حالا برنده مسابقات لیگ بوکس حرفه‌ای که هدفش ناک‌آوته کسی نیست جز پهلوان کیچای. آقا سرکار، پسر شما پیداش نیست. سرکار، میدونید پسرتون کجا رفته؟ بله، پسرم برای تحقق رویای من رفته. باندومیکس سهیل عابدی، مترجم ابوالفضل بهنبیان، مجری طرح شرکت رادین، تهیه و تولید مؤسسه وسماوا، با گویندگی آزاده اکبری، حمید سربندی، وحید طبیب، علی اصغر قره‌خانی، امیر علی شیرخدایی، حسین مردانشاه، داریا خلعتبری، محمد امین سبزنی، دانیال محبوبیان. پخش از فیلیما.